رفیق سلام، امیدوارم حالت عالی باشه. جمعه 5 دی ماه، پنجشنبه تعطیل بود، خاطر حالا تعطیلات منتهی به پایان سال 2025 میلادی. جمعه بازار بازگشایی شد، ولی خب در سشن اروپا بانک ها تعطیل بودن. بانک های بریتانیا، آلمان، سوئیس همه تعطیل بودن، ولی خب میدونید با اینکه حالا بازار تعطیل هم باشه، بانک ها نباشن، ولی خب هستن اون معامله‌گرانی که میتونن روی بازار تاثیر بذارن به سمتی که خودشون میخوان قیمت رو حرکت بدن. من داخل گروه به بچه‌ها گفتم بچه‌ها وقتی که بانک ها تعطیلن، ببینید بانک ها و مؤسسات بزرگ که خودشون هم حالا رتبه بندی دارن، اونا هستن که تاثیرات مهم و شاید بگم 90% بازار و خرید و فروش دست اوناست. اون 10% دیگه میشه گفت سطح دوم و سطح سوم هستن. سطح سوم که ماهاییم، اونایی که به عنوان معامله‌گران خرد حساب میشن. سطح دوم اونایی هستن که به هر حال معاملات سنگین میلیون دلاری دارن، بالای مثلا 5-6 میلیون دلار. اینا وقتی که بانک ها و مؤسسات نباشن، دیگه یه جورایی آقا بالا سر ندارن و خودشون میتونن یه جورایی به بازار روند بدن و برای همین خیلی خطرناک میشه، در حالی که ما فکر میکنیم که قرار رنج بزنه به خاطر نبود نقدینگی، ولی میبینیم که حرکت های خیلی خوبی هم میزنه، منتها نمیشه گفت تکنیکالی. به هر حال جمعه 5 دی ماه نوشتیم براشون که در حالت نیمه تعطیله، به کارش ادامه میده. مسلماً با نبود بانک ها و مؤسسات حجمی در بازار نخواهد بود. با این حال منتظر بازگشایی بازار هستیم. حالا این خبر برای 2:30 شبه. خب بعد نوشتم که این چند روز پیش رو که حالا منتهی میشه دیگه به آخر سال و شروع سال نو، گفتم حواسشون باید جمع باشه و اینطوری نیست که بازار رو رها کنیم، رصدش میکنیم، منتها حالا کم حجم ورود میکنیم. ستاپ ها باید تاییدیه‌های خیلی مطمئن تری داشته باشن نسبت به روزهای عادی تا بخوایم حالا چند تا پوزیشن بگیریم. بعد نوشتم که حدس میزدم گفته بودم که با گپ باز میشد و اینا. بعد بهشون گفتم حدس میزدم با گپ باز بشه بازار، واسه همین اعداد طلایی که همیشه همین موقع حالا 2-3 شب بعد از اینکه بازار باز بشه به بچه‌ها اعلام میکنم، گذاشتم برای صبح، چون وقتی که خیلی نوسان‌های اولیه با گپ بازار باز بشه و اینا نمیشه تحلیلش کرد، برای همین اعداد رو گذاشتم برای صبح. نوشتم صبح براتون اعداد میذارم. ببینید 8-9 صبح تقریبا دیگه اعداد طلایی یکم که بازار حالت خودشو گرفته و تقریبا میشه گفت مشخص شده که میخواد چیکار کنه، دیگه اعداد طلایی برای بچه‌ها ارسال میشه. بعد از اون هم تحلیل کوتاه مدتیش که بر مبنای استفاده از این اعداد این تحلیل خب یه دیدی میده به بچه‌ها که تا پایان روز بدونن کجا محدوده تصمیم گیریه، کجا اگر شکست میتونن وارد بای مطمئن بشن، کجا اگر کف از دست رفت بچه‌ها مطمئن وارد شورت بشن، سل بشن. و اینا رو براشون گفتم، تحت 3 تا سناریو توضیح دادیم مثل روزهای قبل. و بعدش علاوه بر این که ببینید ما چند بار گفتم ما چند روش سیگنال دهی داریم در کانال و گروه حلقه اول فارکس، همینطور کریپتو. یکیش همین اعداد طلاییه که صبح اعلام میشه، یکیش محدوده های تصمیم گیریه که بچه‌ها میذارن رو چارتشون و بهشون گفتیم چطوری تاییدیه بگیرین. ربات‌های دستیار خیلی خوبی داریم که تو تاییدیه گرفتن بهمون کمک میکنن، نقاط ورود و خروج خوبی بهمون نشون میدن. اینا رو استفاده میکنن. جدای از اون هم لیمیت هم داریم. ببین الان ساعت 1 ساعت بعد از تحلیل ها، ساعت 10 صبح لیمیت ها هم اومده. الان مثلا سل لیمیت اومده. ببین جالبیش اینه، بذار بهت نشون بدم. الان این اولین لیمیت ماه. خب لیمیت ها چون تو کانال ارسال میشه، بلا فاصله اتوماتیک داخل گروه حلقه اول هم میره که بچه‌ها ببینن و اونجا در مورد صحبت میکنیم که آقا مثلا تایید گرفتیم، الان ورود کردیم، کجا باید سیو سود کنیم و از این داستاناش. بعد اینجا هر کامنتی یا هر
ریپلایی که این پست شده باشه زیرش هست که الان مثلا یکی از بچه‌ها نوشته که یکی از بچه‌ها اسکرین شاتش رو فرستاده که دقیقاً از نقطه، اگه شما می‌بینید، من نمی‌بینم، دقیقاً از نقطه‌ای که میتونم زوم کنم، آره 22.5، حالا این رو 23 میبینید با شادو به اوردرش برخورد کرده و ریخته، اسکرین شاتش رو گذاشته. این همون لیمیتیه که سل لیمیتیه که سود داد. یکی دیگه دوستان نوشته 50 پیپ، یعنی 50 پیپ رفته تو سود و سودش رو گرفته و اینو میترسم باز کنم ولی بچه‌ها آره این یکی از بچهای تیم خودمونه که لیمیت ها رو میذاره برای بچه ها دیگه، وقتی اینجوری به هدف میخوره تک تیر انداز بودن خودش رو ابراز میکنه و واقعا هم هست، دمش هم گرم، خیلی زحمت میکشه برای بچه ها. بعد میبینید دیگه به ترتیب لیمیت ها اومده که شما نقاط رو زودتر داشته باشی، بری بندازی روی چارتت، بیگدار دیگه به آب نمیزنی، چارتت برات خاناه و میدونی باید منتظر چه نقطه‌ای باشی. حالا جدای از اینا این چیه؟ ببین اومدیم با بچه ها چند روز پیش یه حساب $200 رو باز کردم من خودم شخصا و به بچه ها گفتم که شما هم یه حساب دیگه ای باز کنین $200 با من همراه بشین و از همین اعداد طلایی و سیگنال های گروه استفاده کنیم حساب رو رشد بدیم. حالا قرار شد $200 به $1000 باشه، اسم چالش. و بعد از چند روز خلاصه با روش‌های مختلفی که داریم، چون میگم تنوع سیگنالمون زیاده، دست بچه‌ها بازه، اون حساب $200 رسید به $1000 که برای بچه‌ها گذاشتم. بعد ببین این نکتهشه، نوشتم ثابت میشه که وقتی اصولی قدم برداری هر کاری انجامش ممکنه. تو هم در جمع ما باشی راه درآمد دلار 135,000 تومانی رو یاد میگیری. حالا نمیدونم این ویدیو رو میبینی دلار چنده، ولی جمعه 135,000 تومان بوده. خب اینا دیگه نکاتیه که من تو کانال یا بچهای تیم تو کانال مینویسن، برای بچه‌ها تو گروه ارسال میشه. ببین مثلا بهشون گفتم این همون عدد طلاییه که من فرستادم، بعد ببین نوشتم نمیدونم کجایی دارین چی کار میکنین ولی من این عدد 19 رو، یعنی این 4519 رو 9 صبح اعلام کردم بهتون و الان 50 پیپ سود داد. الان که 1 ظهره. یعنی چی؟ یعنی شما خیلی زودتر، حداقل یه قدم از بازار جلوتری. خیلی خوبه تا یهو لحظه‌ای بهت بگم بخر بفروش هول کنی، متا تریدرت از کجا باز شه، وی پی ان قطعه، نمیدونم نتت فلانه. نه، راحت تو اعداد رو میذاری رو چارتت، بهش که داره نزدیک میشه حواستو جمع میکنی، تاییدیه میگیری و ورود میکنی به راحتی. جدای از همه این داستانا یکی از نکات خیلی قوت ما اینه که حداقل هفته 1-2 بار با بچه‌ها میریم. ببینید ما اینا رو تو لایو بازار داریم کار میکنیم، یعنی لایو ترید، لیمیت رو ورود میکنیم با بچه‌ها، داریم هی توی گروه البته مینویسیم که آقا با ما همراه باش، نترس، من اینجا میبندم، من اینجا اضافه میکنم، حجم اضافه میکنم، من تیپیمو بردم بالاتر، نمیدونم استاپمو ترید کردم، گذاشتم نقطه ورود. همه اینا داره تو لایو بازار به بچه‌ها گفته میشه. حالا جدای از اون ما لایو آموزشی هم داریم، لایو تحلیلی. یعنی چی؟ مثلا من نوشتم 7:30 شب، 7:30 شب ما دیگه جمع و جور کردیم. یعنی چی؟ یعنی سود روزانمون رو با بچه‌ها گرفتیم، سیگنال هامون رو دادیم، دیگه تایمیه که نمیشه، یعنی درست نیست اصلا پوزیشن باز کردن. تایمیه که حالا آخرای، یعنی اواسط سشن نیویورک و شاید حتی ممکنه خبر داشته باشیم که ما وقتی سود روزانمون رو گرفته باشیم از خبر فراریم دیگه، وای نمیستیم و ریسک الکی نمی کنیم. به جاش میایم این تایم بچه‌ها میان توی گوگل میت و با من همراه هستن، کل اون روز و هفته رو با هم تحلیل میکنیم. هفته پیش رو من میگم، نقاط مهم که انتظارشو دارم بهشون میگم و حالا هر لایومون موضوع داره. مثلا اینو نوشتم که بهت یاد میدم در هر حالت بازار چه پلن و استراتژی باید داشته باشی. یعنی اینکه وقتی بازار رنجه تو چه استراتژی داشته باشی، وقتی بازار خیلی نوسان شدید داره تو اصلا مثلا نباید میانگین گیری کنی یا تو چند پله بخوای طلا رو بخری وقتی نمیدونی نوسان ها چرا انقدر زیاده که
و با شادوهای بزرگ تو اصلا نباید از این پلن و این روش استفاده کنی. میریم لایومون 1 ساعت 2 ساعت هم طول میکشه، ولی خب خیلی بچه‌ها استقبال میکنن و منم همه تلاشمو میکنم که نکات مثبتی رو ارائه بدم. ویدیو طولانی شد، همین زودتر به بچه‌ها اعلام میکنم که کاراشون رو بکنن، رأس ساعت حاضر باشن. اینا هم همچنان لیمیت. البته چه لیمیتی؟ اینا لیمیت بیت کوینه. ببین جمعه تموم شد، این شنبه است. ما حتی شنبه هم گروه فارکسمون بازه. شنبه یک شنبه که بازار تعطیله، ما میایم بیت کوین رو اسکلپ میکنیم تو بروکرمون. چرا؟ چون کمیسیون نداره. یعنی بیت کوین، اتریوم و طلا داخل بروکری که ما کار میکنیم، بروکر معتبر لیرونیکس که سالیان سال داریم باش کار میکنیم، اینا کمیسیون از ما نمیگیرن. برای همین به سرفصل میشه بیت کوین رو، برخلاف اینکه همه میخوان تو صرافی ترید کنن، ما تو بروکر تریدش میکنیم. خیلی جذاب و اینم لیمیت های بیت کوینه. حالا چون نتایج جمعه رو من شنبه فرستادم تو کانال، بعد بریم پایینتر. جمعه 5 دی دوستان 630 پیپ ما از سیگنال های مستقیم گرفتیم. سیگنال مستقیم چیه؟ که آقا من، مهدی و دیگر بچه های تیم یهو میان، حالا بر اساس محدوده‌ای که داریم، میگه که آقا من 4507 میخرم. میگه میخرم و بچه ها همراهش میشن. بعدش که خریدن میاد میگه آقا حد ضررم اینجاست، تیپیم اینجاست، اینجا میخوام سیو سود کنم. به این روش میریم جلو. معذرت میخوام. 140 پیپ داشتیم، 100 پیپ و 150 پیپ و 200 پیپ هم داشتیم. یه دونمون هم 40 پیپ بوده که ریسک فری شده احتمالاً، چون میره تو 40 پیپ سود میگیریم دیگه، ریسک فریش میکنیم، مخصوصا تو این روزهایی که خطرناکه. 630 پیپ از سیگنال های مستقیم، 605 پیپ هم از اعداد طلایی. به چه سودایی میده این اعداد طلایی. به بچه‌ها گفتم هر عدد رو یک صندوقچه پر از دلار تصور کنید. اینجا گذاشته، میگم برای توه، نمیری سمتش، نمیری حمله نمی‌کنی سمتش، و واقعا هر کدوم از این اعداد دلار توش خوابیده. نوش جون حلقه اولیا. 600 اینجام 600 1235 پیپ بچه‌ها میشه معادل $123 روی 1 صدم. تو $100 داشته باش تو این گروه، فقط همین سیگنال ها رو بزن دیگه، هیچ کار اضافه نکن. میتونی حساب تو $100 رو بکنی $223، یعنی $123 اومده رو حسابت. 120% رشد اکانت داشتی. خیلی یعنی دوبله بیشتر. و این فقط در گروه حلقه اول رقم میخوره. ما با اعتماد کامل میگیم، چون حالا تو ویدیو بعدی داره طولانی میشه. ببین آمار کلی معاملات از ابتدا رو بهت نشون میدم، یعنی از روزی که ما گروه رو شروع کردیم تقریبا 4-5 ماهه، و هفتگی هم ما ارائه میدیم. ببین الان هفته اول دیما رو بچه‌ها برای من فرستادن. اینا رو حالا تو ویدیو بعدی دوتاشو بهت نشون میدم که بدونی ما چقدر شفاف کارمون رو انجام میدیم و رایگان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. شما هم اگه دوست داری اضافه بشی به جمع ما، زیر همین ویدیو آیدی پشتیبانی گذاشته، پیام میدی و میگی میخوام عضو گروه حلقه اول بشم. بچه‌ها راهنماییت میکنن، میای تو جمع ما و اگر صفر مطلقی یاد میگیری، اگر بلدی ولی تو مسیر اشتباهی رات میندازیم، و خلاصه همه در کنار هم آخر شب اسکرین شات سودا رو میفرستیم و برای هم آرزوهای خوب میکنیم. دوست داریم شما هم در جمع ما باشید. باعث افتخاره. خیلی مخلصم. شب و روزتون بخیر.